چرا 90% کسب و کارها رشد نمیکنن حتی با تبلیغات و بازاریابی؟ خیلی از کسب و کارها تبلیغ میکنن، صفحه دارن، وبسایت دارن، حتی فروش دارن، اما رشد ندارن. امروز میخوایم دقیق بگیم که چرا بیشتر کسب و کارها با وجود بازاریابی در موج اول میمونن. اول یک موضوع رو باید واضح بسازیم که فروش با رشد فرق داره. ممکن است بفروشی اما بزرگ نشی، ممکن است مشتری داشته باشی اما قابل توسعه نباشی. بیشتر کسب و کارها فکر میکنن که با بازاریابی میتونن رشد کنن یا با تبلیغات، در حالی که مشکل اصلی اونا سیستم مدیریت یا تصمیم گیری است، نه بازاریابی. 3 دلیل اصلی است که باعث میشه رشد نکنی. اول، نداشتن سیستم رشد. رشد اتفاقی نیست، یا سیستم داریم یا نداریم. اکثر کسب و کارها فقط این کارا بلد هستن که تبلیغ کو، پوز بگذار، تخفیف بده. اما سیستم رشد یعنی مشخص شدن قیف فروش، شاخصهای واضح مثل KPI، تصمیم گیری به اساس داده یا دیتا. دلیل دوم، تمرکز بر روی ابزار نه استراتژی. این مشکل اصلی بیزنس هاست که دارن. همیشه میپرسن که اینستاگرام بهتر است یا گوگل، تبلیغ کنیم یا سئو، این ابزار یا او ابزار. سوال اصلی این نیست. سوال اصلی است که چرا تبلیغ کنیم؟ آیا میدونیم تبلیغ چی است؟ به چی میخوایم برسیم؟ باید به این فکر کنیم، استراتژی بسازیم. دلیل سوم، ذهنیت کوتاه مدت مدیر است. تا وقت مدیر دنبال نتیجه فوری باشه، سیستم رشد ساخته نمیشه. رشد نیاز داره به چند چیز: صبر، تکرار، اصلاح مداوم. دقیقاً مثل تریدرها دیدین، کسایی که عجله میکنن معمولا زود حذف میشن، از بازی خارج میشن. در کل ما کسب و کارهای زیاد را دیدیم که با وجود بودجه کم رشد بسیار خوب داشتن، پایدار بودن. اما کسب و کارهایی که با هزینه زیاد تبلیغ کردن، سقوط کردن و از بین رفتن. تفاوتشون در چی بود؟ نه بازار، نه محصول، بلکه تصمیم‌های مدیریتی. رشد همیشه از مدیریت شروع میشه، نه از کمپاین‌های تبلیغاتی. اگه بخوایم همیشه در یک جمله براتون خلاصه کنم، ذهنیت درست، سیستم، استراتژی درست مساوی بر رشد. بازاریابی و تبلیغات یک ابزار است، خود رشد نیست. تا این رو نفهمیم، هر قدر تبلیغ کنیم فقط هزینه میکنیم، نتیجه به دست نمیاریم. بنابراین اگر شما هم صاحب کسب کار هستی یا مسیر بزنسی رو انتخاب میکنی، فالو کو به تپ های بیشتر.